پیکر عالمی وجود جان آمد. صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام قربان آمد. عید قربان نمونه آشکار از سرسپردن برای رسیدن به سربلندی است. در تاریخ این روز گره خورده است به نام مبارک ابراهیم خلیل. در این روز ابراهیم خلیل اسماعیلش را به قربانی آورد و حق بندگی خویش را در پیشگاه خداوند ادا نمود و خداوند نیز او را به عالی ترین درجات بندگی سرافرازش ساخت. قربانی همان چیزی است که وسیله تقرب و نزدیکی بیشتری بنده به خداوند باشد و آن چیز خواه ذبح حیوان باشد یا صدقات دیگر در صورت مقبول درگاه حق شدن باعث نزدیکی بنده به خداوند خویش خواهد شد. البته هر نیکی و عمل خیری که باعث نزدیکی و قرب رحمت الهی باشد قربانی شمرده می شود و فدا کردن مال و انفاق آن در راه خدا از جمله اسرار و حکمت‌های قربانی دانسته می شود. تمنای آن را داریم که خاک عرفات و آب زمزم، جرأت ابراهیم و طاقت وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبتان گرداند. عید رهایی از اسارت نفس، عید ذبح میوه دل، عید ایثار و گذشت، عید لبیک به دعوت حق بر شما عزیزان مبارک باد. عید قربان است ای یاران گلفشانی کنید، در منای دل وقوف از حج روحانی کنید، تا نیفتاده است جان در پنجه گرگی هوا، گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org